در این فرم نسیم دوسماتوف ساکن ناحیه باباجان غفورov بیش از 300 خوک را پرورش میکرد و به خواهشمندان میفروخت. فرمه خوک پروری او تقریبا در 2 کیلومتری رود سیر و در کنار شهر خوجند جایگیری شده بود. در یک طرف آن زمین‌های کشت است و در پهلوی دیگرش مردم زندگی میکنند. موجودیت این خوکخانه اگر از یک سو باشندگان اطراف را با بویش ناراحت میساخت، ولی از سوی دیگر به ادعای مقامات یک قسمی پسمانده و آب اخلاد آن بر رود میریخت. این باعث شد که دادگاه ناحیه جبار رسولوف ماه اوگوست سال گذشته نسیم دوسماتوف را بر اساس قسم 1 ماده 226 کادکس جنایی گناهکار دانست و نسبت به او جزا در نمود کارهای اصلاحی به مدت 1 سال و 6 ماه تعیین گردید. نسیم دوسماتوف آن زمان گفته بود که با حکم دادرس راضی است و پی حل مسئله خواهد شد. در پی این آخر ماه دکبر به گفته مقامات نظارتی این فرم تماما بسته شد. ساکنان میگن اکنون نفسی آزاد میکشند. چوچخانه شد 2 سال میخلق 1 سال 2 سال شد همه بو کرنگ گرفت او تا دهمایه بوش برفت سونه و نویسیدیم سونه جماعت آمده همه نیست که برفت حاضر ба мо ин ферма зиён расонда буд. Падарам ба сари замин меомад, вале сардард шуда кор карда наметавонистанд. پیشتر مالک فرما در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در پی شکایت ها تنها جای بودوباش و پرورش خوک ها را عوض میکند. ولی با ناپدید شدن خوک های بیشمار فرما، نسیم دوسماتوف نخواست در این باره ویدیویی معلومات دهد. تنها در صحبت کوتاه تلفنی گفت که از این کار فایده ندید و از این نوع کار به کلی دست کشید. و همچنین گفت که خوک ها را به ناحیه یاوان که شمار زیادی چینی دبارها در کارخانه سمن براری فعالیت میبرند انتقال داده است. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند، از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای توابت استفاده میبرند. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی نیز نسیم دوسماتوف را برای پرورش خوک تنقید و نصیحت کرده بودند. خود او میگوید از این بحث ها آگاه است، اما از ناچاری و برای از بند قرض خلاص کردن خود و پیوندانش به این کار روی آورده است. خریداران اساسی به قول او چینی تبارها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه‌های صنعتی و ساختمان انشاءاتی مهم در تاجیکستان کار میکنند. به اطلاع رسمی در حدود ولایت سوخ قبلا تا 5 فرمه خوک پروری فعال بود که حالا با برهم خوردن این فرمه شماره آن به 4 میرسد.